سخت‌ترین ماده جهان هستی که 10 میلیارد بار از فولاد محکم‌تره. این ماده فقط و فقط درون ستارگان نوترونی شکل میگیره و اونقدر فشرده و محکمه که برای شکستنش باید 10 میلیارد برابر نیرویی که برای شکستن فولاد نیازه رو داشته باشیم. این ماده پاستای هسته‌ای نام داره و توی ساختار اون اثری از اتم نیست. یعنی مستقیما از رشته‌های در هم تنیده پروتون و نوترون ساخته شده و فقط نیروی گرانشه که میتونه چنین چیز وحشتناکی رو بسازه. این ساختار زیر پوسته ستاره نوترونی شکل میگیره و در اون کوههایی با ارتفاع چند سانتیمتر پدید میاد که هر کدوم وزنی بیشتر از کوههای زمین داره. سوال: مگه ستاره نوترونی چقدر فشرده است؟ 800,000 تریلیون کیلوگرم در هر متر مکعب، یعنی 145 تریلیون برابر چگالی زمین. سوال: حالا این ماده چطور شکل میگیره؟ شرایط درون ستارگان نوترونی به شکلیه که اتم‌های آهن زیر فشار گرانشی خورد میشن، به حدی که حتی الکترون‌ها به درون پروتون فرو میرن و نوترون‌ها رو میسازن. سپس نیروی قوی هسته‌ای با گرانش همراه میشه و تک تک هسته‌های اتم‌ها رو توی هم فرو میبره و نتیجه رشته‌هایی به شدت محکم و فشرده از پروتون‌ها و نوترون‌های به هم چسبیده است که ساختاری ورق‌مانند دارن و مثل لازانیا روی هم لایه لایه میشن تا ساختاری چند میلیارد بار محکمتر از الماس رو پدید بیارن. هیچ نیرویی در جهان وجود نداره که بتونه چنین ساختاری رو در هم بشکنه به غیر از فشار درونی خود ستاره. سوال: تو هسته ستاره نوترونی چه خبره؟ فشار و چگالی توی این منطقه به قدری زیاده که حتی پاستای هسته‌ای هم خورد میشه و احتمالاً چیزی جز ماده کوارکی باقی نمیمونه.